روشن نمیشه. سلام عرض میکنم خدمت تمام بینندگان عزیز. اومدیم با یه ویدئوی خاص. امروز میخوایم حامد رو اذیت کنیم. با ما باشین. پرنگ کنیم. پرنگ فورس. میخوایم حالا شور بذاریم ببینیم چی کار کنیم که حامد اوج عصبانیت حامد رو ببینیم. اوج عصبانیت حامد رو ببینیم. کنار داش محمد عزیز، داش مهدی عزیز، حاج مرتضی، آقا آرش، داش فرزاد، سالار، رسول، حاج حمید. نظرات رو جمع میکنیم ببینیم حامد رو چجوری میتونیم مثلا جالبه اینه که هیچ از کانال ما هم نیست، اینو قرار تو کانال خود حامد بذاره. نقشه این داستانو آقا مهدی امینی چیده. گزینه بعدی رو انتخاب کردیم. نه حالا واقعا جمع حاضریم مثلا یه شوخی. حامد حالا من یه نظری بگم چون خودش شوخی میکنه میخوام بچشیم ببینیم خودش واقعا جنبه شوخی نداره. میدونم من قبول دارم. با همه شوخی میکنه، شوخی دستی هم میکنه، همه مدل شوخی میکنه ولی جنبه خودش خیلی پایینه. من یه بار انداختم خیلی توی پایینه. جکوزی آب داغ. ولی من خواهشی کنم آب استخر خیلی یخ بود. حالا من میگم نوشابه یعنی من بریزیم. واقعا انقدر عصب زدم دیگه داشتم دیوونه میشه. آقا اما استخر رو حامد بگیر. نه من میگم نوشابه بریزیم. الان خوابیده. الان خوابیده، خیلی خسته بود خوابیده. من میگم که یه نوشابه داریم خیلی هم یخه. نهایتش اینه که اون تشکر رو میخوایم بشوریم دیگه. این لباساش هسته آتیش هم که بیرون درست کردیم بندازیم بیاد ببینه لباس نداره. آقا من بگم من آرشگرم. پیششون یه جوری میزنم به موهاشو که بشه درست. اینجا یه توضیح بدم، میدونی که با کی میخوایم شوخی کنیم؟ بله آقا نامی نمیخوایم زیاد اذیتش نکنیم. تحریزی میخوایم تصفیه و کلاش کلا بندازیم بره بگرده دنبالش کنافشه. یه چیز بگم نه اصلا اونو میخره. چیزیش نکن. اون ریشه هم آقای آرایشگر اصلا. آقا یه حرکت دیگه یه میبینی که داشت مرتضی گفت با دوشک 4 گوشه دوشکشو میگیریم. نه میگیریمش آره مثلا تو خواب کاری نمیکنه بلند میشه دیگه. یه شب پایه باشه بابا من به جون میخوام. من میافتم روش نگرش میدادم تکشو مرتضی میکنه. 8 نفری نگرش. یا تو خواب آب یخ هم بریزیم خوبه. او دیدی گفتم آقا تو من مخالف الان میگم چه پیش اومده نازیده. آقا لایش هست پاشو بسوزونی. دیدی چی درست کنن تو خدمت میزنن. فیتیله. تو که خدمت نرفتی. چرا نرفتم؟ من رفتم. حالا من چی بگم اصلا بیخیاشیم یا نه من یه دو دل یه چی بهت بگم. من میگم یه استوری چرت و پرت با گوشیش بگیرید بذارید. همون حامد رو گوشیش خیلی آره خب نه گوشیشو برداریم خودش با پای خودش بیفته داخل آب. پس کی از شما نزدیک‌تره آقا مهدی؟ شما هم که دیگه برادرین ما. شما فرسری گوشیشو برمی‌داریم. گوشیشو برمی‌داریم میریم سمت استخاره. خودش دنبال ما میاد. خودش میاد دنبال گوشی. آره میگیم اگه گوشی تو میخوای باید بیفتی داخل آب. آبم یخ اینجوری بهت بگیم. علاوه جنگ دیگه. من آخه نه نمیکنه. شما بکشین اونجا این چیز من هولش میدم تو آب دیدی. آقا اگه مرتضی قبول میکنه کتکشو بخوره بریم. من که کتکشو میخوام ولی من میترسم کشتشم. نه تو آب انداختن بذار اون مهدی چیز کنه. گوشی دستی چی میگه؟ همون نه میکشیم ذره عصبی. جدی پس هیچی به توافق رسیدیم که گوشی آقا مهدی تو میری جلو پیش حامد. کتکش هم آقا مرتضی. نه تو میری جلوی که من میرم جلو من میخورم دیگه. تو بکسوری بلدی گارد بگیری. من میهم این برام میره. خلاصه این داستان آقا مهدی نقشش رو چیده. چی شد با بابا میریم بالا سر حامد بلند میشیم. ما که می‌خواستیم آب یخ ببریم شما گفتی آب یخ بریزی فرق میاد لب استخر خودش دیگه. آب باز از اون آب یخه گرم‌تره. از اون پرت کردن. کی بیاد؟ شما چیزی نمی‌خواد. میریم بالا سر حامد گوشیشو برمی‌داریم بعد بیدارش میکنیم میاریمش لب استخر. من یه پرانتز باز کنم قبل با تهدید خودش با پای خودش میپره تو آب. نیاز نیستش آقا مهدی هولش بده. قبل از اینکه ویندوزش بیاد بالا شما دیدین دیگه حامد
سابسکرایب یادتون نره، لایک کنید، کامنت بذارید برامون، زنگوله رو بذارید، کلیپ‌های خیلی خفنی داریم. ولی ببین برای دوم شیر بازی اینجا دوم شیر باز. بریم. من نمیام. کار خطری بریم انجام میدی. من دوست دارم آمد. بریم سالا. بچه‌ها دارم میان. من نمیام من استرسم. روزگار بدیم. همین رفتن دیوونه رو. آقا چی شما میرفتی به لذت نه بابا. بابا شیر دارم بازی همین می‌کنم. قاطی می‌کنی از خواب پا میشه اعصاب نداره. بالا همین جمعش نمیزنه وایسا. حامد پاشو مهمون اومده. گوشیت کو؟ حامد گوشیت کو؟ حامد گوشیتو بچه‌ها تصمیم گرفتن که بندازن. یاد میشه ما نمی صفحه لیسن آقی. زبون هستی داره صحبت کنه، ما ترجمهش میکنیم براتون. گوشیتو می‌خوایم بندازیم داخل آب. گوشی حضرت عباس اونقدر بیشورون داشت بخوابین. پاره میکنم. داریم میریم داخل استخ هممون گفتیم گوشی تو رو هم ببریم عکس بندازیم داخل آب. خب میای یا خودت میافتی داخل آب یا یا گوشی تو میگیری. میگوید چرا اینطوری میکنی؟ باش خدا وکیلی 2 دقیقه اومدیم بخوابیم دیگه. مسخره بازی چی دارید؟ داستون sen el ele 2 نفر دیگه اصلا جور 3 صفحه لسانسون. باش نکن دیگه بی. آقا ما داریم میریم پایین. حامد میاد پایین گوشیش از ما میگیره. بابا بیار بذار اینجا. بابا گت پی ام برسم. آقا هرچی شد آقا مهدی بودم. چیکار کردی؟ از فقط بیا. داداش اوکی هر کاری بگی میکنم. داداش من بردم اونو تعمیر داداش از زیر چی آب میرم. ضد آب. یه چیزی داداش ناموسن گوش بده. اون از ضد آبی در اومده. گوشی 12 تو گل نزده. آقا میگم نکنی. ببین گل گوشی 12 ضد آبه. ثابت هم شده. ما هم نمیخوایم اینو بندازیم داخل آب. ما اینو داخل آب نمیندازیم. حامد خودش میخواد. حامد خودش میخواد. باش بدین ناموسن چی کاری هست؟ چی گفت؟ من خودم هم گوشیمو میندازم پایین. بابا میگم اونو من تعمیر کردم تو آب میره توش. بیفت داخل آب. خودت بیا. خودم میافتم تو آب ولی حضرت عباس کارتون خیلی کنیم. تناب بگی. تناب بگی. گوه همه چیزو در میره. نیم ساعت من خوابیدم این کارو کردی؟ دست.
2 ماه چالش برگزار کردی، عین 2 ماه یه دونه چالش رو حامد نبوده. چرا؟ آقا به ما نمیرسه یه دونه داخل آب ببینیم. چرا نمیرسه؟ این گوشی برادرم، این گوشی ضد آبه. بیاد بیرون مرتضی رو کشته. من چه ربطی داره؟ نه اون نیست. یه دور آقا آواری پیدا کردی؟ آره؟ نه داداش من اینجا ببین اینجا اینجاست آرش اینجاست داداش این لبا دستم خود اینا اینجاست. هیچکی نه تو کجا آمد؟ جواش مشاهده کرده آقا نور بنده حالا اصلا تا 5 دقیقه تو آفیس چیز اتفاق بیا بابا اتفاق میکنه بیا بدبخت شدی. آقا دست آقا بگیرم بالا. آقا مهدی بیاد شهر میکنه بیاد بالا. دوست بگیره مهدی روشن نمیشه بیامه داداش اوکیه. بیا داداش میگم روشن نمیشه. نه بابا اوکیه یه ذره وایس. آقا زیاد چه ناموسم آقا روشن نمیشه دیگه آقا روشن نمیشه دیگه
ماتیش میتونه با دیوانه این یک تیچه گوشی من به قرآن انداختم با دست بگیره ولش کن که دیگه همش تقصیر تو اول فرد آقا شیشه تو پاتون نره یه دونه تو پای من رفت بلکن فرد سرتون من گفتم یا با هم یه پول بذاریم بخریم مامان شما میدم اوکی چون عصبی شد بود آبا هر چی که شوخی نمی کنن که من ریدم تو گوشی از خواب منو بلند کردن یه با اونو تعمیر کردم نندا تو داداش بیخی یه دونه با بچه ها میخواییم آقا مسئله پولشه بعد رو حرفای چرا میزنی ما هم خواستیم این شوخی کنیم بچه ها برو دیگه شد نه یا نیایدیم برا نه حامد اصابش خیلی خرابه نه داداش جمعه باید داشته باشه دیگه بس مال ما چیزی چرا یه گوشیشو زدیم مرتضی رو میگه سالار ببرو مرتضی بابا من انداختم رو دست یه لحظه بیا تو بابا بیا تو آقا من میخرم بدونه بابا چی میخوایی؟ عکس و فیلم داره این ما گفتیم شمایی که ما مسئله میاد شما بگو با من نی سلام نیست هر کی حامد الان اونجا پشت میز نشستی برو دیگه برو جواب بده آقا نشستیم تو جمع یه میز نشستیم همه با هم تصمیم گرفتیم دیگه. الان شد مرتضی من انداختم رو دستش دیگه بابا از دستش سر خورد آره سر خورد بابا به خدا اگه من قصدم گوشیش بود که بندازم بگیره یا اون بعد چیکار کنه خودت برو آقا میتونم ما بریم همه آقا تو بزرگی کن دیگه ما سر یه میز نشستیم یه تصمیم گرفتیم الان همه مرتضی داداش این استاشون دو تون گوشیه حاجی این هارت بیا بابا چی میخواد بهت بگه بیا تو به من چه داداشون شیشه چیزاش همین قصدش آقا دستاتون رو بپایید به من چه ربطی داره؟ بابا تو نگیر دیگه